السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا سیدی الکریم، دوستان و برادران عزیز، امیدوارم که احوال همه خوب باشه. انشالله تعالی ما امشب قراره که صحبت‌های خیلی خوبی با هم دیگه داشته باشیم با امید خداوند عزوجل. من از همتون میخوام که در واقع به بنده توجه داشته باشید. این موها رو درست کنیم. خب ببخشید یکم موضوع خوب نبود، اولین باره داریم به صورت لایو خدمت شما میرسیم. خب قاعدتا یه ذره برای ما سخته و امیدوارم که ما رو درک کنید به خاطر این موضوع. ببینید دوستان، من اول این رو بردارم، اصلا با این راحت نیستم. برداشتن و خب حالا اینطوری بهتر نشد دوستان؟ اینطوری خیلی بهتر شد به نظرم، اینطوری خیلی بهتر شد. امروز قراره که ما در مورد نقد توحید اصلا که وجک مقدمین لایوون için یوتیوبون için ممنون، تشکر. امشب قراره که در مورد نقد توحید کسانی که به اهل سنت در واقع جسارت میکنن. بعضنیا میگن آقا شما خودتون توحیدتون ایراد داره، مشکل داره، و ما به همین جهت این تصمیم رو گرفتیم که براشون ثابت کنیم که این کسی که در توحید مشکل داره اهل سنت نیست. لطفاً توجه داشته باشید دوستان، کسی که در توحید مشکل دارد طرف مقابل میباشد. چرا؟ به این دلیل. ببینید بنده برای شما قراره که از خندیدن خداوند عزوجل، از حرکت خداوند عزوجل، از هبوط خداوند عزوجل، از یعنی هبوط یعنی چی؟ یعنی اینکه خداوند عزوجل از عرش به سمت زمین فرود میاد و به زیارت حضرت امام حسین رضی الله عنه در واقع میره، علیه السلام میره، و هر کسی که بره زیارت امام حسین انگار خداوند قطعا در یکی از زیارتاش میاد این شخص رو ملاقات میکنه، و اصلا هر کسی میخواد خدا رو ببینه باید زیاد بره زیارت امام حسین. اینا رو ما با شما انشالله با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. لطفاً با ما همراه باشید با این بخش. خب ببخشید، من از همه مجددا عذرخواهی میکنم بابت این مشکلی که پیش اومد. مجددا عذر خواهم ازتون. خب بریم با هم ببینیم. ببینید، من اول از دیدن خداوند عزوجل شروع میکنم. در کتاب تفسیر القرآن الکریم مال جناب آقای محمد ابن ابراهیم صدرالدین شیرازی، در صفحه 74 این کتاب ببینید چی میگه دوستان، توجه داشته باشید. در مورد دیدن خداوند داره میاد یه حدیثی رو میاره. و نقل عن بعض الصلحاء انه قال، میگه از بعضی از صلحا در واقع گفته شده که میگن رأیت ربی فی المنام علی صورت امی، و همینطور ادامه میده. و اما یک عبارتی که خیلی ذهن منو اذیت میکنه و یه جورایی میشه گفت ذهنمو قلقلک میده، اینه که رؤیت سایر الانبیاء. ببین چی میگه، فی باب النبی، از اینجا دقت داشته باشید، الحکایات وارده فی باب النبی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم اجمعین، و رؤیت ربه و رؤیت سایر الانبیاء والاولیاء ربهم على النحو مختلفة متفاوتة فی الظهور والخفاء بحسب. در واقع ببین اینجا داره میگه که دیدن خداوند عزوجل به حسب اینکه در واقع به حسب رتبه های اونا در واقع متفاوته. متوجهید؟ حالا به هر حال خودتون آدرس دادم، میتونید بیاید ببینید.
بعضی از دوستان خودتون میشناسید که با دادن یه دونه آدرس بیان میگن آقا اهل سنت طبق این حدیث آقا میگه صحیح بخاری قبول داری یا نه؟ ما میگیم آقا قبول داریم، اما دلیل نمیشه که بخوایم عقیدمون رو فقط از یه دونه حدیث بگیریم. میگه نه شما قبول امام بخاری اینجا اشتباه کرده یا نه؟ خب ما با قاعده الزام و یا همون التزام برای خودتون رفتار میکنیم و میایم جلو. ببینیم اگه اینطوری رفتار کنیم شما چی میگید الان قطعا در مقابل این سخنان بنده؟ میگید که آقا نه اینطوری نیست، ببین ما یه عالمی داریم که اون اینو رد کرده، همینو میگید دیگه، درسته؟ همینطوری نمیگید این طرفه بگید. اما بنده از همون علماتون برای شما در مورد این احادیث خواهم گفت. الان اگر کسی بخواد این رو رد کنه باید بگه که جناب آقای محمد بن ابراهیم صدرالدین شیرازی آدم گمراهی بوده و مردم رو به دیدن خداوند که باشه شما بهش میگید کفر و به کفر در واقع دعوت میکرده. من نمیگم اما بنده معتقد نیستم و البته این رو هم لازمه که ذکر کنم، همونطور که در ویدیوهای قبل گفتم بنده قائل به این نیستم که برادران اهل تشیع من قائل به این هستن، به این مسائل. من مخاطبم شیرازی ها هستن. شیرازی ها کسانی هستن که بین اهل سنت و اهل تشیع اختلاف میندازن. من با اونایی که به مادرم حضرت عایشه و حضرت عمر حضرت ابوبکر به اینا جسارت میکنن، خب من مخاطبم مستقیما اینها هستن و ان شاء الله تعالی به امید خدا با کمک برادران اهل تشیع ریشه اینا رو با هم دیگه خواهیم زد. اما در مورد نشستن، البته من این رو مختصر خلاصه نمی کنم در فقط بگم آقا شیرازی، میگم این تعریف منه، میگم کسی که به حضرت عایشه و صحابه جسارت کنه و یا توهین کنه اونها مخاطب منن، چه میخواد سنی باشه چه میخواد هر مسیحی باشه یهودی باشه هر کی باشه، اونها مخاطب منن. و اما در مورد این که دوستان میگن آقا خیلی ها میگن آقا شما اهل سنت قائل به ترکیب خداوند هستید. دوستان متوجهید؟ میگن که شما قائل به ترکیب خداوند هستید و میگید که خداوند عزوجل مرکبه. متوجهید دوستان؟ در حالی که ما اصلا همچین عقیده‌ای نداریم. ما عقیده‌مون اینه که خداوند عزوجل بلا مکان بلا جهت بلا عرض، اینا عقیده ماست، در عقاید نسفی اومده. اما یه سری احادیثی هست که حالا واسه خودش گفته دیگه چیزایی و علمامون ردش کردن. اما متاسفانه بنده از عالمی برای شما قراره یک صحبتی رو بیارم که میگه که آقا ایراد نداره بگیم خدا مرکبه. متوجهید؟ توجه کنید دوستان، میگه ایراد نداره بگیم خدا مرکبه. این حرف بسیار گنده ایه، توجه داشته باشید لطفاً. یه چند لحظه اجازه من این رو پیدا کنم. در کتاب شیخیه میگه که خودتون همونطور که دارید میبینید، میگه بعد كبار أعلام الشيعة الذين توجد في كلماتهم عبارات متشابهة ظاهرها الكفر. میگه در بعضی از کبار که معنیش میدونید بزرگان، بعضی از بزرگان شیعه در واقع در کلماتشون کلمات متشابه و ظاهرا کفری اومده. یعنی این که میگه ظاهرا حرف اینا کفره اما اومده تو حرفشون و متاسفانه اینا رو کافر نمیگن و مثلا صحابه‌ای که یه سریای کوچکترین جسارتی کردن یا کوچکترین اتفاقی حالا بر فرض محال اگر افتاده باشه اونا رو میگن کافره. ببینید به چه کسایی میگن علما، دقت کنید. میگه کسیت یعنی که برای در واقع مثاله، میگه مثلا کیا؟ مثلا کسیت مرتضی الذي قال ان الله ليس إلها للأعراض ولا للجوهر والجوهر الفرد. اینا که دیگه همه برادران متوجه شدن. والصدوق الذي تقرب إلى الله بوضع رسالته في إثبات صح النبي والأئمة. میگه که و صدوق در واقع
یک رساله‌ای وضع کرده برای اثبات سحب النبی و الائمه، برای اینکه ثابت کنه ائمه و خدا ائمه و پیامبر صلی الله علیه و سلم سحب داشتن، اشتباه داشتن، خطا داشتن، یعنی خطا میکردن. میدونید یعنی چی؟ یعنی اینکه ما به کسی خاتم الانبیاست که نمیتونه 5 وقت نماز کامل بخونه، صبح خواب میبره بنده خدا رو، تو خواب 7 پادشاه رو میبینه مثلا، اما نماز صبحش گذشته. بعد ما یه سری افراد داریم توی این مسلمونا که تو عمرشون یک در واقع وعد نمازشون در واقع چیز نشده، قضا نشده. این کامل تره یا اون رسول اکرم؟ معلومه اینجا این فرد کامل تر از رسول اکرمه که در واقع یه بار نماز رد کرده دیگه. درسته از نظر این آقای صدوق، از نظر آقای صدوق که این کتاب نوشته، تو کتابش این مثالو میاره، میگه مثلا رسول اکرم نماز صبحشو خواب مونده. مگه ذات رسول اکرم بر این نیست که ما بگیم آقا کامل پیام خاتم الانبیا و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ما تو رو نفرستادیم الا مگه اینکه برای عالمیان رحمت باشی. درسته دوستان؟ برای اون وقت همچین کسی مگه میشه ممکنه نماز صبحشو قضا کنه؟ نمیشه، ممکن نیست. و گوش کنید، والاردبیلی الذي جوز ترکیب العقل فی الله. متوجه باشید چی شد دوستان؟ الذي جوز ترکیب العقل فی الله، میگه ایشون قائل بود که خداوند عزوجل مرکب میباشند. میگه قائل بود که خدا مرکبه دوستان. امیدوارم متوجه باشید من دارم چی میگم. میگه خداوند مرکب میباشد. این یعنی چی؟ خب ادامه بدیم حرفامونو. الذي واردبيلي الذي جوز تركيب العقل في الله والذي ذكر قسما من المقدورات يقدر عليه الخلق ولا يقدر عليه الله إلا غيرهم إلى غيرهم. خب الى آخره. خب این بماند. این یه چند تا نکته از این ما فهمیدیم دوستان. این که علمای اهل تشیع اینجا دارن میگن که اولش که خودش میگه آقا خیلی از کبار اهل تشیع فقط مثال زده، میگه بیشتر از این زیاده، فقط به عنوان مثال گفته. فکر کنید یه مثالش این بود جواز ترکیب عقلی. علمای شما مثل اردبیلی جواز دادن که آقا خداوند مرکبه، دیگه چی میخوای؟ کسی که مذهب خودش اینقدر گند داره، مذهب خودش، منظورم این شیعه واقعی ها رو نمیگم ها، شیعه‌ای که میان به اهل سنت فحش میدن، اینو منظورم من. کسای دیگه به خودشون نگیرن. ولی من خودم 20 سال بین اهل تشیع بزرگ شدم، پایین خونمونم حسینیه بود، یک بار جسارت نشنیدم والله العلی العظیم، یک بار توی 20 سال. اینا غالیان کسایی که این فحشا رو میدن. اینا منظورم این عالما نیستا، منظورم اون کسایی که فحشا رو میدن. و اما در مورد این که آقا خداوند عزوجل بر عرش میشینه، خیلی اومدن مانور دادن، خیلی مانور دادن، گفتن آقا خدا بر عرش میشینه و فلان و فلان. از کتاب اهل سنت کلی دلیل آوردن. بنده همین الان برای شما دلیل خواهم آورد که از کتب بردار اهل تشیع که خداوند عزوجل بر عرش مینشیند. در کتاب الاختصاص مال جناب آقای شیخ مفید متوفای 413، یعنی دیگه جزو متقدمین اهل تشیع دیگه. یعنی شیعه رو کی بنیاد نهاد؟ کی اومد شیعه رو یک ستونی زد براش با میلیارد 16 که داخل هر ستون 16 تا میلیارد بود، میلیارد 16 بود، اون آقای مفید بود. ایشون چی میگن داخل کتاب همین الاختصاص صفحه 18 اینجا
حدیث رو همشو نمیخونم، خودتون بخونید. یجلسه علی العرش معه، میگه همونجا، میگه خداوند عزوجل بر عرش نشست همراه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. میگه در مورد مقام محمود فکر کنم میاد این حرفو میزنه اگه اشتباه نکنم. خب اینم که از این مطلب. و در مورد این حدیث چی میگه در کتاب و نقل المجلسی فی البحار جلد 6 صفحه 182 بدون ذکر معه. میگه میگه مجلسی هم در بهار جلد 6 صفحه 182 اومده گفته که آقا این حدیث آورده بدون عبارت معه، یعنی اومده گفته آقا یه حدیثی آورده که داخلش نوشته خداوند عزوجل بر عرش نشست، یعنی خدایی که پس روی عرش میشینه. درسته؟ یعنی میشینه قشنگ. مگه خدا پا شده که بخواد بشینه؟ میشینه یعنی حتما پا وایساده بوده که بخواد بشینه دیگه. درسته؟ الله. بعد میان به اهل سنت میگن آقا شما فلان چیز داخل کتابتون اومده، خودت تو جمع کن برادر من میتونم تا صبح بشینم از این حرفا، از این چیزایی که داخل افسانه‌ای که اومده براتون تعریف کنم. اما یک حدیث دیگه میخوام بیارم برای اینکه ثابت کنم شما علمای اینها، این کسایی که غالی هستن و به اهل سنت جسارت میکنن، اینا قائل بر این بودن که خداوند عزوجل اصلا ذاتاً انسانو به شکل خودش آفریده. متوجهید؟ میگفته انسان رو به شکل خودم آفریدم. در کجا گفته؟ در اینجا گفته، در این کتابی که دارید میبینید، نور ملکوت القرآن، جناب آقای تهرانی، آیت الله حاج سید محمد حسینی تهرانی، در صفحه بحث الثالث صفحه 253 یا 4 و فی الحدیث النبوی المشهور، میگه در حدیث نبوی مشهور، در حدیثی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته و مشهوره، حدیث مشهور شد همون مستفیض، شما در همین حد ببینش. ان الله خلق آدم على صورته. متوجهید؟ میگه اورد شیخ نجم الدین الرازی فی کتاب مرصاد العباد صفحه 3 هذه الرواية بهذا الترتيب خلق آدم على صورته في صفحة 650 التي ذكر فيها مصدرها. قال المعلق روايته نقلت صورها المختلفة في أحاديث. میگه که آقا این احادیث به صورتهای مختلفی ذکر شده و گفته معلقه و گفته که آقا چون البته بنده این احادیث رو به صورت صحیح هم دارم که دوستان میتونن فقط سرچ کنن داخل سایت براشون میاد، خلق آدم، ان الله خلق آدم علی صورته و فی روایته، و در یک روایت دیگه و فی روایته علی صورت الرحمن، به صورت الرحمن، رحمان هم همون خداست. و اما الان یه چیزی میخوام بگم کیف کنید. ببینید دوستان، در کتاب المعالم المأثورة تقریر بحث الفقه في الطهارة الأستاذ الفقهاء والمجتهدين آية الله العظمى حاج میرزا هاشم آملی نجفی مد ظله العالی، تأليف خادم أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين مع محمد علي الإسماعيل بور، الجزء الثاني صفحه در جلد 2 صفحه 255 میگه که آقا أقول أن الأقوال في من ذهب
الى جسمیت الرب تعالی اربع. میگه آقا قطعا اقوال، میگه من میگم که آقا قطعا اقوالی که فی من ذهب، اقوال در مورد کسانی که رفتند به سوی اینکه خداوند عزوجل جسمه، 4 صورته، به صورت 4 در واقع صورت میاد. میگه و بین حقیقه و بین قائل بانه جسم لا كسایر الاجسام. ما هی میگیم آقا خدا رو میشه دید، نه این دیدنی که ما این توی این دنیا میبینیم. میگیم یه دیدنیه که اون یه فرم دیگه است، یه جور دیگه است. ما توی این دنیا داریم یه چیزی رو میبینیم، دلیل نمیشه که توی قیامت هم دیدنمون اونطوری باشه. همینطور که خود علمای شما قائلن که آقا میگه اصلا درست خدا جسمه، نه این جسمی که توی این دنیاست، یه جسمی یه جور دیگه است. و گوش کنید آخرشو چی میگه؟ و مع ذلك يقول انه جسم لا يكون كافرا مع ان بعض الآيات القرآنية ذاهبة في ذلك. میگه آقا وقتی یه نفر گفت که خداوند عزوجل جسمه، او کافر نمیشه بابا جان، چون خیلی از آیات قرآن ظاهرش بر همین دلالت میکنه. متوجهی؟ چی شد؟ یه بار دیگه تکرار میکنیم با هم دیگه. میگه ومع ذلك خط آخر ومع ذلك يقول أنه جسم لا يكون كافرا مع أن بعض الآيات القرآنية ظاهرة في ذلك. میگه آقا وقتی یه نفر میگه خدا جسمه، اصلا نمیشه اونو تکفیر کرد، نمیشه گفت کافره. خب چرا؟ چون خیلی از آیات قرآن بر این که خدا جسمه دلالت داره. جمع کنید اینو بیاد یه نفر جمع کنه. حالا تا وقتی که فحاشی به اهل سنت و صحابه رو بس نکنید، ما این فضایح رو آشکارتر خواهیم کرد انشالله تعالی. آقا در کتاب فی شرح عروة الوثقا جناب آقای موسوی خویی اگر اشتباه نکنم در صفحه 72 میفرمایند انه لا مانع من الالتزام انه سبحانه جسم الهی. میگه بابا جان اصلا متوجه باشید دوستان چی شد. و هذا والعجیب من الصدر المتأهلین اسمشون از اینجا من چون فاصله میذاره دوره نمیتونم خوب بخونم. حيث ذهب إلى هذا القول في شرحه على كافي وقال ما مشخصه إنه لا مانع من التزام انه سبحانه جسم الهی. میگه آقا اصلا مانعی نیست، انه لا مانع، قطعا مانعی نیست، من التزام به این که انه سبحانه و تعالی جسم الهی، بگیم که خداوند عزوجل جسم الهیه. آقا جسم الهی یعنی چی؟ بعد اهل سنت میاد یه سری حرفا رو میزنه، اونا رو تا بوق کرنا پر میکنید. این حرفا رو از داخل علمای خودتون گفتن، اینو میخوای چیکار کنی؟ طرف جناب آقای شیرازی خیلی قبلتر از آقای خوییه، متوجهید؟ بعد خویی میاد به کسی که بزرگترش خودش میخواد ایراد بگیره، میگه و هذا والعجب من صدر المتأهلین حيث ذهب الى هذا القول. میگه خیلی تعجب میکنم که ایشون رفتن به این قول. بابا بزرگوار، ایشون داره میگه که کسی که بگه خدا جسمه ایرادی نداره، بعد تو میگی فقط عجیبه. شما اهل سنت به خاطر همین دارید تکفیر میکنه خیلی از تندروهای شما داخل مؤسسه کذا و کذا و کذا که اسم سلمان فارسی رضی الله عنه در واقع دارن یدک میکشن. خیلی از غیر سالم زادگان
خیلی از کسانی که به راه درست زاده نشدن دارن به مقدسات اهل سنت و به حضرت عایشه و به حضرت عمر به حضرت عمر دارن نسبت نعوذ بالله همون نسبتی که به خودشون رواست و خودشون همونطور زاده شدن رو به حضرت عمر دارن میدن. یه نفر تو این مملکت نیست بخواد دهن اینا رو گل بگیره. من که خودم دارم در پیرو وحدت دارم راه میرم، وقتی اینا رو میبینم عصبی میشم، خدا شاهده. در مورد تحرک هی میان یه حدیثی میارن که آقا خدا میاد حرکت میکنه فلان میکنه. من برای شما خواهم آورد که خیلی از علمای شما قائل بر همین بودن. در کتاب رسائل شریف مرتضی مجموعه الثالثه میگه وقال هشام بن حكم وعلى بن منصور وعلي بن إسماعيل ابن ميثم ويونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين وابن صالم الجواليقي وحشوية وجماعة المشبهة إن الله جل مكان دون مكان وأنه يتحرك وينتقل وأنه يتحرك وينتقل تعالى عن ذلك علوا كبيرا. میگه آقا خدای از این افرادی که الان اسمشون رو بردم معتقدن که خدای عزوجل مکان دون مکان انه یتحرک و ینتقل، از اینجا به اونجا میتو میره، از اینجا به اون ور میره، از اینجا به اون ور میره، حرکت میکنه، انتقال پیدا میکنه. بابا خداست، همه جا هست. چی حرفاییه برادر؟ میدونین هشام بن حکم کیه؟ ها؟ میخوایم بدونین هشام بن حکم کیه تا همین لذت ببرید در مورد وثاقت این شخص؟ این شخص کسیه که بفرمایید این بابا کسیه که در کتاب الاعتقادیه تالیف جناب آقای شیخ مفید میفرماید و قول هشام بن حکم بالتجسیم اللفظی و قول هشامی بتجسیم اللفظی میفرماید که وإنما خالف هشام وأصحابه جماعة أبي عبد الله عليه السلام بقوله في جسم فزعم أن الله تعالى جسم لا كالأجسام، وقد روى أنه رجع هذا القول بعد ذلك وقد اختلفت الحكايات ولم يصح منها إلا بحس من رواية عن آل محمد صلى الله عليه وسلم إن هشام بن حكم يقول في الله عز وجل قولا عظيما إلا أنه اختصر لك منه حرفا بزعم أن الله سبحانه جسم لا كالأجسام لأن الأشياء شيئان جسم وفعل الجسم فلا يجوز أن يكون الصانع بمعنى الفعل ويجب أن يكون بمعنى الفاعل. در مورد وثاقتش براتون بگم، این وثاقتش خواستم بگم، یه مثل دیگه بود خواستم اینا رو براتون بخونم. خوب توجه کنید در کتاب رجال نجاشی، در رجال نجاشی دوستان ترجمه نجاشی این و کان ثقه فی الروايات حسن التحقیق بهذه الامر. میگه بابا جان ایشون و کان ثقه فی الروايات، میگه ایشون هر جایی هر روایتی آورد ثقه است، تمام شد رفت. متوجه شدی؟ خیلی جاها میبینیم به هشام بن حکم میگن آقا چون این اومده درست نیست، آقای نجاشی این رو قبول داره، هر کسی نجاشی قبول نداره اون دیگه به خودش مربوطه. آقا جان به قول خودتون دیگه، به قول رفتار خودتون میگید ابن حجر این بابا رو قبول داره، اما ما میگیم آقا اینطوری نیست، تو فلان جا ردش کردن اینو، میگیم وقتی جرح وارد بشه تموم میشه. میگی نه نه نه، ببین تو اگه با اینجا گفته صحیحه، اینجا گفته درسته، این ابن حجر اینو گفته، شما اگه بگید نه ابن حجر رو گفتید کافره فلان و فلان، آقا باشه این خودت رفتار میکنم. میگم آقا الان رجال نجاشی میگه آقا این آقا ثقه است، هر احادیثی که از ایشون در مورد رأیت ربي في صورة شاب الموفق في سن 30 وسنة
که در واقع رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دید خداوند را در شکل یک شاب موفق در سن در 33 سالگی فلان. این بابا در واقع میاد اینا رو میگه و میگه آقا این درسته. فقه میگه و جوالقی مولا بشر ابن مروان ابن حکم کان من زیاد خانا نیست. میگه آقا میگه ابوالحسن علیه السلام گفت که میگه از ابوالحسن علیه السلام از در مورد ایشون پرسیدیم، ایشون گفت ثقه، میگه گفت ثقه است ایشون. چه حرفایی آخه. حالا ببینیم همین هشام بن حکم که انقدر در واقع در موردش اومدن گفتن آقا کو در کتاب الفهرست تألیف جناب آقای حسن الطوسی محمد ابن نعوان احوال يلقب عندنا مؤمن التاق ويلقبه المخالفون بشيطان الطاق وهو من أصحاب الإمام جعفر الصادق وكان ثقة متكلما حاذقا حاذر الجواب. در مورد این بابا که اسمش چیه محمد بن نعم حالا میگه ما بهش میگیم مؤمن التاق اما مخالفان میگن مخالفون به شیطان الطاق. اون حدیثیه که براتون خواستم بگم در واقع در مورد هشام اینجاست. یه چیزای بهتری هست اونا رو بیارم. بابا ببینید چی میگه اینجا، توجه کنید. در کتاب لآلی الاخبار صفحه 410 جلد 4 اگه اشتباه نکنم میگه در آخرین خط آخر این صفحه 410 خط آخرش میگه که او ارانا وجهك فيتجلى لهم سبحانه وتعالى حتى ينظرون الى وجه الله وجهه تبارك وتعالى. میگه آقا توجه کنید دوستان چی داره میگه. میگه حتی ینظرون، میگه همه نظارگر میشن به سمت کی؟ الی وجه الله تبارک و تعالی، میگه به سوی چهره خداوند عزوجل نظارگر میشن و در اونجا من کل عین ناظر، میگه اونجا هر چشمی خداوند عزوجل رو خواهد دید. من کل عین ناظر، همه چشم ها در واقع اونجا ناظر خواهند در آقای خداوند عزوجل. و بنده حالا در روزهای بعد در جلسات بعد انشاءالله در مورد اینکه خداوند عزوجل در قیامت نزول میکنه و اینکه خداوند دست داره، دست چپ و راست داره و دست راست خدا دست راسته، دست چپش هم دست راسته، همه دست های خدا دست راسته. خدا 12 تا دست داره، هر 12 تا دستش هم دست راسته. و اینکه در مورد اعتراف شیعه به گفتن حدیث از مشبهه، در مورد گفتن این که آقا جناب آقای کلینی اخبار جبر و تشبیه آورده و در مورد توجیه حدیث شاب براتون خیلی صحبت خواهیم کرد. در مورد اینکه خداوند رو میشه دید براتون خیلی صحبت خواهیم کرد. در مورد اینکه اینها قائل به ربوبیت حضرت علی علیه السلام هستن باهاتون صحبت خواهیم کرد.
امیدوارم برای جلسه اول زیاد